ما هستم امیر خان. ما در مکتب چرقلای چردی هستیم. قلای الف بابا، مکتب امام زمان در صنف 5. ساعتای 10 بجه مکتب میریم، 1 بجه میایم. پدرم گفته مگه برو مکتب برو. مکتب رفتم، مکتب خواندم، باز در پولیس یک کارم یک کسبم یاد بگی. اینا داریم یک کسبم آمدیم دم بایسکل سازی. دم بایسکل سازی یک پنچری، پتی، گریسکاری، آواز بسته کردن، پرزه کردن بایسکل یاد گرفت. یک بچه خوب است، یک بچه پاپاس است. که هرچی میگم گپ من میکنم، یک دفعه که میگم به اشاره کار میکنه. پنچری هم کار هم دستم. در بازی فوتبال خیلی خوش دارم. مصروف کار درس چیز هستیم، فوتبال دیگه نمیتون. اگر کار نمیبودم فوتبال میکنم، هم درس میخوندم. ولی که کار میبینیم مجبوریت میبینیم دیگه سخت است. اگر کار نمیبود من راحتی میتونستم که درس بگیرم. مجبور هستم به کلان خانه هستم، بر خانه یک نان ببرم، یک گارز روغن بوده نخواد چیزا میگیریمش. در این پیسه 1.5 ساعت نان خانه چیزای ما میشه. مادر ما میگه که آفرین بچه، زحمت میکشی کار میکنید.